توحید و شرک در حمد گفتن و ثنا گفتن رو باید بفهمیم. اینال حمد چی را میگه یا ثنا چی را میگه؟ ایرا علمای عقیدت تعریف میکنن، میگن که حمد اخبار عن محاسن المحمود مع حبه و تعظیمه، خبر دادن است از خوبی های کسی که توصیف میشه به امرای محبت از او و تعظیم از او. خبر دادن از خوبی های امو کسی که حمد میشه به امرای محبت و تعظیم. دیگه از علمای عقیده چی میگه؟ میگه الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری. حمد چی است؟ ثنا گفتن است با زبان علی الجمیل الاختیاری به یک کار نیکی که او صورت گرفته باشه و این حمد و ثنا را با اختیار خود میگن. نعمتاً کان او غیرها، این نعمت باشه یا غیر نعمت باشه. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان می فرماید و میگه که الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین. در اینجا درس است برای مسلمان ها که امی زبان حمد و زبان ثنا و زبان صفت که است، این فقط باید برای کی باز بکنی؟ برای الله. الحمد. اینجا علمایی که در نحو و صرف تخصص دارن میگه الف لام اینجا یک معنای خاص خود داره، حمد یک معنای خاص خود داره، لام یک معنای خاص خود داره، الله معنای خاص خود داره، رب معنای خاص خود داره و عالمین. یعنی در قرآن وقتی که ما و شما اگر درس تفسیر الله توفیق بده بخوانیم، هر حرف و هر کلمه قرآن عظیم الشان که است یک درس است برای انسان. پس ما از الحمدلله اینجا چی درس میگیریم؟ میگه الف لام که است این به معنای جنس است، یعنی هر قسم حمد ثنا و صفت که است، متوجه هستین؟ جنس حمد و ثنا و صفت تمامی ازی. ما و شما الف لام میگن عرب و ما و شما تمامی میگیم. تمامی و جنس چی؟ حمد و ثنا و صفت که است. لام چی معنی میده؟ که لله، میگه خاص، خاص برای الله هست. پس در اینجا باید در حمد و ثنا و صفت کسی را با الله شریک نکنیم. بسیاری وقتا کسایی که زیاد توصیف و ثنا و صفت انسانها را میگن، اینا از دایره توحید میبراین به طرف چی مبتلا میشن؟ به شرک مبتلا میشن. پس انسان مؤمن موحد یکتا پرست ای به اساس همی آیت قرآن حمد و ثنا و صفت خاص برای کی میگن؟ برای الله میگن. خیلی برای پیغمبر چی بگویم؟ بعضی کسا میگه خب وقتی که حمد و ثنا و صفت خاص برای الله شد، خیلی برای پیغمبر چی بگویم؟ پس مراجعه میکنیم به قرآن. قرآن میگه که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. الله و ملائکهش چی میگن؟ صلات درود میفرستن بالای کی؟ بالای نبی صلی الله علیه و آله. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، صلوا علیه، شما امر میکنه شما هم درود بفرستین بالای رسول الله صلی الله علیه و آله. پس ای که ما بر رسول الله صلی الله علیه و آله درود بفرستیم، این ثوابش بسیار زیاد است. مشکلی که بسیاری از نعتخوانا و شعرخوانا دارن امی هست که اونا بسیاری اوقات چی میکنن؟ در نعتهای خود و در شعرهای خود اگر شما شنیده باشین بسیار مبالغه میکنن، بسیار مبالغه میکنن در ثنا و صفت پیغمبرا، و از این خاطر یا چی میشن؟ یا از دایره دین اسلام خارج میشن. مثلا یکی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر که امت خدا از این مشکل خلاص کنه، به خاطر که امت خدا از این مشکل خلاص کنه چی میگه؟ رسول عن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. شما مرا زیاد مدح و ثنا و صفت نکنین، زیاد توصیف مرا نکنین، مبالغه در مدح و ثنای من نکنین. کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مثل که چی کردن؟ نصرانی ها بسیار در مدح و صفت عیسی علیه السلام زیاده روی کردن. متوجه هستین؟ این حالیا که زیاده روی کردن، توصیف کردن عیسی مسیح علیه السلام، مدح افراطی است که بالاخره مخلوقه، از مخلوقیت میکشه، صفات خالق برازی میکنه؟ برازی میده. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که
مثلا مرا زیاد توصیف نکنین مثل که نصرانی ها عیسی پسر مریم زیاد توصیف کردن. این توصیف افراطی عیسی پسر مریم سبب چی شد؟ سبب از این شد که اینا بالاخره عیسی پسر مریم در کتاب خود تحریف کردن و آمدن گفتن که عیسی پسر مریم العیاذ بالله پسر الله هست. این الوهیت برزی دادن و بالاخره برزی حال فعلا شما اگر در این کلیساهای نصرانیا کدام وقت شما برین و ببینین و یا در اینترنت از کلیسا را سیر کنین، در کلیسا هیچ وقت نام الله یاد نمیشه. کل گپ آمده برای که یک مجسمه جور کردن. کلیسای نصرانی ها مثل بتخانه بت پرست است. اونم فقط مجسمه از رو جور کردن و در پیش مجسمه از او چی میکنن؟ رکوع میکنن، سجده میکنن، صفات الله را بر از او میتن. از او بچه میخواین، یعنی میگی خلق کننده است، روزی دهنده است، شفا دهنده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر وقایع امت خود چی گفت؟ گفت لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. او قسمی که نصرانی ها عیسی ابن مریم علیه السلام که پیغمبر بود او را زیاد توصیف کردن بالاخره صفات الله را بر ازو دادن. این کارا نکنین، ولیکن چی کنین؟ فقولوا عبد الله و رسوله. بگوین که این پیغمبر که هست بنده الله هست. وقتی که شما به این عقیده با ما تعامل کنین که من بنده الله هستم، پس من بنده هستم، صفات الله را بر من اتید. من خلق کننده نیستم که بیاین در قبر ما بگین بر ما بچه دختر بتین. من روزی دهنده نیستم که بیاین از پیش قبر من مثلا روزی بخواین. من شفا دهنده نیستم وقتی که مشکل داشته باشین بیاین از من شفا بخواین. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این توصیه را بر امت خود کرد. این حدیث صحیح البخاری هست. فانما انا عبد. فهمیدی یعنی؟ و همین قسم میگه صحیح بخاری هم روایت کرده و رسول الله هم گفت که انا عبد، من بنده هستم. فقولوا، پس بگوین عبد الله و رسوله. از این خاطر ما و شما در کلمه شهادت چی میگیم؟ اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ما شهادت میدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده الله هست و رسول الله هست. از این خاطر حتی باز بر مسلمان ها گفت که الله آیت قرآن نازل کرد و گفت که قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. ای اهل الكتاب، شما بسیار مغالات، افراط در دینتان بغیر ناحق نکنین که در صفت یک پیغمبر شما چی میکنین؟ ولا تتبعوا و متابعت نکنید اهواء قوم قد ضلوا، همو خواسته های قومی را که بسیار گمراه شدن. اکثرا شرک، اساس شرک چی هست؟ اساس شرک محبت افراطی و ثنا گفتن افراطی به شخصیت های خوب است. اگر محبت افراطی به پیغمبر کردیم، ما شما دیروز تا در محبت پیغمبر گفتیم محبت پیغمبر اصل نیست. اصل محبت کی است؟ محبت الله هست. پس ما پیغمبر به خاطر الله دوست داریم. فهمیدین یعنی؟ و اینمی قسم وقتی که مدح و ثنا و صفت زیاد شوه، اینی سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که انسان بالاخره در کلماتش آهسته آهسته چی میه؟ افراط میه در شخص و صفات الله را. اکثرا قبر پرستا قبر چرا پرستش میکنن؟ بت پرستا چرا بت پرستش میکنن؟ به خاطر ازی که صفات الله را برازو میدن. اگر شما پیش یک قبر برین و بفهمین که مخلوق است و این بنده الله است و این خود از این الله خلق کرده و این صفت خلق کرده را نداره، خلق کننده الله هست، این خودش مخلوق است، از او باز بچه و دختر میخوایی؟ نمیخوایی ابدا. اگر بفهمی مثل عقیده ابراهیم علیه السلام که در قرآن ذکر میکنه و اذا مرضت، وقتی که من مریض شدم کی مرا شفا میده؟ الله مرا چی میده؟ فهو یشفین. الله مرا شفا میده. اگر بفهمی که شفا دهنده کی است؟ الله هست، پس پیش از این قبر میری که برای من تار بند کنم که در گردنش شکم پردم که باز گردن درد نشن؟ باز پیش از این قبر میری که مثلا رکوع و سجده بکنی؟ ابدا. پس مشکل اساسی ما در چی هست؟ که بسیاری وقتا که افراد در شخصیت ها میشه، در مدح و ثناگویی از او میشه، بسیاری وقتا به عوض که نام الله یاد شه و نام مخلوق یاد میشه، بالاخره محبت از چی میشه؟ در قلب جای میگیره. به عوض محبت الله محبت مخلوق جای به جای میشه. و وقتی که زیاد افراد کرد صفات الله را به این مخلوق میده، وقتی که صفات الله به مخلوق داده شد چی میشه؟ اینجا مغالات و افراد صورت میگیره و سبب شرک. قاعده